آوریل سال 2023 برام خیلی بد گذشت. یه سری اتفاقای بد برام افتاده بود که زندگیم دقیقاً شبیه فیلم ترسناکای ایرانی شده بود. تا یه شب این ایده به ذهنم اومد و تصمیم گرفتم این مأموریت رو شروع کنم. اولین مأموریت چنل قرص. بعد از ماها فیلم دیدن، ماها ادیت کردن ویدیو، ماها شکنجه، بالاخره تونستم این مأموریت رو تموم کنم. مأموریت من برای پیدا کردن بهترین فیلم ترسناک ایرانی. قسمت اول زار. ببخشید. فیلم زار، فیلمی که با هزینه شخصی کارگردان و رفیقاش سال 95 ساخته میشه. بعد از 1000 تا برو بیا و بدبختی بعد 3 سال بالاخره تصمیم میگیرن مجوز این فیلم رو صادر کنن و این فیلم روی پرده‌های سینما بیاد. حالا این وسط کارگردان چیکار میکنه؟ کارگردان لج میکنه و میگه نه، ما فیلم رو میدیم روی یوتیوب. حتی چه بهتر، فیلم رو میذاریم روی آپارات. خب فکر کنم همتون قضیه رو گرفتید. این یعنی این فیلم 0,000 تومان درآمد داشته. خب حالا بلا 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 این مزخرفات رو بیخیال، بریم سر اصل مطلب. این سوال برای خیلیا پیش میاد که این فیلم چیه که ارزش اینو داره که یه ویدیوی جدا راجبش داده بشه. این فیلم چیه؟ این فیلم لعنتی چیه؟ چرا این ویدیو وجود داره؟ چرا همچین چیزی هست؟ خب بچه‌ها، اول از همه بگیم که چه چیزایی برای من یه فیلم رو ترسناک میکنه و ما قراره بر اساس چه چیزایی به این فیلم ها نمره بدیم. 1. داستان فیلم. 2. کیفیت ساخت. 3. جامپ اسکرهای فیلم. و 4. فضاسازی. به نظرم فضاسازی مهمترین چیزه. بر اساس این امتیازها فیلم توی این تیر لیست که از A تا F قرار داده میشه. خب حالا بریم سر فیلم زار. فیلم زار اینطوری شروع میشه که یه زوج جوون که تازه ازدواج کردن تصمیم میگیرن با دوستاشون برن ویلا تو شمال معسلشون رو جشن بگیرن. این وسط یکی از دوستاشون به اسم سپید خیلی مشکوک و ساسه. فیلم یه طوری نشونش میده که آره این کرکتر مهمیه. بعد از رسیدن به این ویلا که اصلا قدیمی به نظر نمیاد و نوسازه، شروع میکنن به خوشگذرونی. شب اول مواد میکشن و عشق میکنن و عشق دنیا رو میکنن و بازی و بعد از اون شب اتفاقای عجیب شروع میکنه رخ دادن. چقدر جالبه مگه نه؟ بعد از خوشگذرونی هاشون هوتن میره توی تراس بشینه و چیل کنه که یه پیرزن رو تو دخمه روبروی ویلا میبینه و میرینه تو خودش. کی اونجاست؟ فردا که دارن بازی میکنن هوتن وقتی توپ میره اونور از ترس پیرزنه نمیره توپو بیاره و به جاش کلا بازی رو تموم میکنه. بچه‌ها خسته نباشین، دمتون گرم. بقیه که مشکوک میشن بهش شروع میکنن مسخرش میکنن و میگن خاک تو سر تو، بحث روح و ارواح و این چیزا شروع میشه. مثل همیشه بین جمع دوستا یه عده میگن که بابا این چیزا واقعیه، یه عده میگن نه بابا داستان و مزخرفات همش. سر همین موضوع یهو تصمیم میگیرن روح احضار کنن. خیلی یهویی، نمیدونم اصلا این وسایل رو از کجا میارن اصلا. بعد خب حالا مهم نیست، شروع میکنن روح احضار کردن. به هر حال ما برای برقراری یک ارتباط دوستانه آماده ایم. کسی هست که مایل به برقراری ارتباط باشه؟ صدای ما نه ماری نرو.
نرید تو دیدمش. چیه دیدمش؟ یه زن با چادر مشکی وایساده بود جلو پنجره دیدمش. بچه بیاید بریم. میگم جلو پنجره وایساده بود دیدمش. خب بعد یه کارش این سرش بود؟ چیه؟ این چادر همون جاییه که بابا این داره میمیره. نمیمیره. پاشو بچه. پاشو اینا الان سکته میکنن. عبد مرگ من اینا همه سرکاریه؟ مسخره. خیلی بیشوریه. چه قبضه رو شدم من؟ دیدمش به جون مامانم دیدمش. دیوونه ها. اینم دید. یکی پشت سرتون وایساده بود. کاریت نداره. اومد دنبال چادرش. چرا زر میزنی؟ روانی میگم دیدمش. یکی پشت سرتون وایساده بود داشت بهم نگاه میکرد. این کجا بود؟ دوتایی سرکارت گذاشتن. دیدم بعد جور ترسیدی قایمش کردن شاکی نشی. بله این اولین صحنه ترسناک فیلمه. مثلا فردا صبح به دلیل یه سری اختلافا که بینشون پیش میاد هوتن تصمیم میگیره که از اینجا بره زودتر. بقیه میخواد برگرده تهران. صبح همه میزنن بیرون برن گردش و هوتن داره وسایلش رو جمع میکنه که گورش رو گم کنه. بالاخره همین لحظه است که زار خودش رو نشون میده. محض اطلاع دوستان اسم فیلم زاره و تا الان 40 دقیقه فیلم رو توضیح دادم. اولین باریه که داریم زار رو میبینیم و اصلا معلوم نیست زار چیه هنوز و نمیفهمم فیلم رو. کمکم کنید. ولی خب بالاخره زار اولین قربانی خودش رو میگیره. وقتی بقیه از گروه برمیگردن با هم دعواشون میشه و فکر کنن که هوتن برگشته تهران پس دیگه دنبالش نمیگردن. همون شب بعد از کلی اتفاقات فیلر مسخره و خواب دیدن و اینجور مزخرفا که وقتتون رو باش هدر نمیدم، صبح وقتی ماری بیدار میشه فکر کنه مریض شده و میره دستشویی. بله بچه‌ها ماری جن زده شد و زار رفت توش. زار که الان توی ماریه شب چاقو برمیداره و جون یه نفر دیگه از بچه هم میگیره. یه نفر دیگه هم کشته میشه. حالا زار پارکور میکنه و میفته دنبال نفر بعدی. سپید صدا رو میشنوه سری برمیگرده سمت ویلا. دوستش رو نجات میده و میبره توی اتاق و در رو قفل میکنه تا ماری نتونه بهشون حمله کنه. ماری داره زور میزنه و بیاد تو و اینا سعی میکنن با پلیس تماس بگیرن. الو سلام جانم. من خواهرم اینجا تنهایی یه نفر میخواد ما رو بکشه. خونسال باشید خانم. آدرستون رو شمرده و واضح بفرمایید. آدرس؟ جناب من دقیقا نمیدونم ما کجاییم. شما از کجا تماس میگیرید؟ روستای سفید. روستای پل سفید. ببینید اینجا یه خونه قدیمیه. اسم کوچهش خان آقا. کوچه خان آقا. بسیار خوب. منتظر باشید. عجله کنید لطفاً. الو عجله کنید لطفاً. بفرمایید. چی رو بفرمایید؟ من همین الان با همکارتون صحبت کردم. شوهر خواهر من مرده. خونسال باشید خانم. آدرستون رو شمرده و واضح بفرمایید. من همین الان آدرس دادم جناب. شما از کجا تماس میگیرید؟ روستای پل سفید، کوچه خان آقا. بسیار خوب. منتظر باشید. چی رو منتظر باشید؟ مرکز فعالیت‌های نیروی انتظامی. بفرمایید. آقا مسخره کردیم ما. خونسال باشید خانم. آدرستون رو شمرده و واضح بفرمایید. شما از کجا تماس میگیرید؟ بسیار خوب. منتظر باشید.
خب حالا همه چیز اینتنس میشه. زار میاد داخل، سپید با چوب میزنه بیهوشش میکنه و دست و پاشو میبنده. حالا این وسط عابد برمیگرده به ویرا و با این صحنه روبرو میشه و فکر میکنه که سپید همه رو کشته. سپیدو میزنه و خیلی گیج شده که چه خبره، what the fuck. بعدش زار بلند میشه و عابدو میزنه. بعدش عابد چاقو میزنه تو شکم زار. حالا عابد نمیدونم چرا اصلا میره بالا پشت بوم، از سقف میپره پایین، همینطوری خودکشی میکنه. حالا تنها کسی که زنده میمونه اینجا سپیده. اون زنه که همراهش بود نمیدونم چی شد، اصلا مرد زنده است، هیچی نشون نداد. ولی خب آخر فیلم دیگه فقط سپیدو نشون میده، پس حدس من اینه که فرار کرده یا هرچی. سپید زارو میبینه و جیغ میزنه و میتلسه، بعد یهو بیدار میشه. هیچ چیز فیلم واقعی نبود بچه‌ها. در اصل اینا اون شبی که مواد کشیده بودن همشون اووردوز کردن و مردن. تنها کسی که جون سالم به در برده بود سپید بود که داشت این خوابو میدید. عجب چیزی بود بچه‌ها فیلمش. یه فیلم پروپاگاندای خیلی آموزنده و من 3 بار این فیلم رو دیدم و سعی کردم این چیزا رو درک کنم ولی هنوز نمیفهمم. اول از همه این که فیلم تا دقیقه 40 اصلا ترسناک نیست و جز چند تا شات مسخره هیچ اتفاقی نمیفته. فیلم برداری این فیلم افتضاح و جز بدترین چیزاییه که توی زندگیم دیدم. رنگ بندی و فضاسازی فیلم اصلا جالب نیست. ویدیوهای بازیتوری فضای بهتری دارن تا این فیلم. داستان فیلم اصلا منطقی نیست، چون اول فیلم کارگردان مینویسه که این فیلم بر اساس یک داستان واقعی و راجب زار توضیح میده و از این چیزا. در طول فیلم هم یه سری فلشبک های مسخره میان و اصلا هیچ چیزیش مشخص و واضح نیست که بتونی متوجهشون بشی. جامپ اسکرهای فیلم خیلی خیلی بده، هیچ کدومشون حتی نزدیک نیست به اون استاندارد فیلم ترسناک و اصلا کار نمیکنه. کیفیت ساخت فیلم در کل فاجعه است. طراحی لباس افتضاحه، ساوند دیزاین فیلم افتضاحه. انگار یه پیرمرد 50 ساله رو نشوندن تو استودیو بهش گفتن حاجی فیلم ترسناک، اونم نشسته این چیزا رو براشون درست کرده. تدوین فیلم واقعا بده، یعنی انگار کلا توی یه هفته یارو نشسته فیلمو تدوین کرده و گفته هری تموم شد رفت. این فیلم یه فاجعه خیلی کیاتیک و به هم ریخته است واقعا، اصلا نمیدونم. حتی توی استاندارد فیلم ترسناک‌های ایرانی هم این فیلم هیچ جایی نداره. اینم بگم که توی همه سایت‌های ایرانی و ویکی‌پدیای فیلم نوشته شده که این فیلم از سایت هارر اسپاتلایت اواردز به عنوان ترسناکترین فیلم سال 2017 انتخاب شده. من رفتم کل اینترنت رو گشتم و اصلا چنین جایزه و حتی سایتی وجود خارجی نداره. عمرن یه خارجی و کسی که فیلم‌های ترسناک هالیوودی رو دیده بتونه با این فیلم ارتباط برقرار کنه، چه برسه به اینکه توی سال 2017 که کلی فیلم ترسناک خفن ریلیز شده این فیلم رو به عنوان ترسناکترین فیلم انتخاب کنه. این صحنه راه پله لعنتی 50 بار توی فیلم نمایش داده میشه. به نظرم کارگردان فیلم زار یه نفری بوده که خیلی سرمایه و پول بیخود داشته و دنبال این بوده که همینطوری برای فان یه چیزی درست کنه و یه کلاوت ریزی از ملت بگیره. مطمئنم که حتی یه کلاس کارگردانی هم توی عمرش نرفته و اصلا درست حسابی حتی فیلم ندیده تو عمرش. انگار که کلا 3-4 تا تکنیک فیلم ترسناک و کلا فیلم سازی بلد بوده، با همین رو کار کرده و کل فیلم رو جمع کرده. این اسلوموشن های افتضاح مثلا، یا اون راه پله، یا فلشبک های مسخره و مزخرف که تو کل فیلم نشون داده میشن همش، یا این طور شات های مسخره دوربین. در کل که این فیلم هیچ ارزش سینمایی نداره و انگار من و یکی از دوستام رفتیم شمال همینطوری دوربین در آوردیم و دور هم جمع شدیم و ضبطش کردیم. خب جای زار توی تیر لیست F